پیغمبر ما و شما. قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست. ایما رجل یدعو امرأته الى فراشی فتأب علیه الا كان الذي في السماء ساخطا علیها حتی یرضى عنها. پیغمبر خدا گفتند وقتی اگر مرد زنی خودت دعوت میکند نزد من بیا، باز این زن کدام شرط و شرایط او را نمیگذارد که نزد مرد بیاید، در پهلوی مرد ایستد، حالان که وی زنی وی است باید که وی اطاعت کند هر زمان، هر ساعت، هر وقت. فتأب علیه، ابا میکند، سخن مرد قبول نمیکند. پیغمبر خدا گفتند یقین داند که الا کان الذی فی السماء، آن ذاتی که در آسمان است، مقصد از ذات آسمانی این خداوند است، ساخطا علیها حتی یرضى عنها، انا همون ذات از این زن ناخشنود می شود، غضبناک می شود تا وقتی که اگر این زن شوهر خود راضی نکرداند. خداوند از این زن ناراضی، ملائکه ها از این زن ناراضی، پیغمبرها از این گونه زن ناراضی. وای به حال این زن که حال این زن چی می شده باشد وقتی که خداوند ناراضی باشد، پیغمبر ناراضی باشد، ملائکه ها ناراضی باشد، پس حیات برای این گونه زن در روی زمین چگونه جایز است؟ خدا نکرده اگر همون شب این زن امانت به سوی خداوند تسلیم کند، یعنی جان به حق تسلیم کند، این زن یقینا وارد جنت نمی شود. زیرا که پیغمبر خدا میگوید ایما امرأت ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام مرد، کدام زنی که از دنیا میگذرد در حالتی که شوهرش زنده است و شوهر از او راضی است، دخلت الجنه، این زن وارد جنت می شود. زنی که اگر شوهر از او راضی باشد، شوهری که از او غضبناک باشد، ناراضی باشد، پس او زن چگونه وارد جنت می شود؟ خوبه بودن، چگونه زنهایی بودن که با شوهرهای خود این گونه معامله ها را می کردن. میگوید اسماء در حکایت صحابه میگذارد، اسماء میگوید فرزند یزید انصاری بود. باری میگوید نزد پیغمبر آمدم و گفتم پیغمبری خدا، پدر و مادرم فدای جان تو باد، من نماینده از بین زنها هستم، مرا نماینده انتخاب کردند و با پیش جناب شما روان کردند تا که از تو من سؤال دارم. گفتند چی سؤال داری ای اسماء؟ میگوید اسماء گفتند پیغمبری خدا، تو هم پیغمبری مردها هستی هم پیغمبری زنها هستی. گفت بله من هم پیغمبری مردها هستم هم پیغمبری زنها هستم. گفت ای پیغمبری خدا، امروز مردها نماز جمعه میخوانند، مردها نماز 5 وقته جماعت میخوانند، امروز مردها نماز جنازه میخوانند، امروز مردها عیادت بیمار میکنند، امروز مردها حج میکنند، امروز مردها عمره میکنند، امروز مردها از همه بزرگ جهاد میکنند و ما در خانه مستور هستیم، با سطر هستیم، در خانه نشسته هستیم، فرزندهای اونها را در شکم خود میبرداریم، شهوت اونها را میشکنیم، لباسهای اونها را میشوییم، لباسهای اونها را میدوزیم. ای پیغمبری خدا، باز بازم این مردها در ثواب از ما گذشتند. رسول اکرم میگوید طرف اصحاب گشتند، گفتند آیا در بین زنها چنین سؤال کننده را میابید یا نه؟ این سؤالی که این زن کرد آیا از زبان هیچ زن شنیدگی هستین یا نه؟ گفتند نه پیغمبری خدا، اولین سؤالی است که ما از زبان اسماء شنیدیم. رسول اکرم چی گفتند ای اسماء؟ گفتند رفتن نزد همه آن زنهایی که تو را برای خود نماینده انتخاب کردند، با همه زنها آگاه کن که اگر زن جهاد کند، اگر چی مقدار ثواب گیرد، شما هم همان ثواب میگیرین در حالتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. 5 وقت نمازی که شوهرها میخوانند
و آنها هر روز 135 ثواب از خود میکنن، شما هم همون ثواب در خانه میگیرین اگر احترام شوهر داشته باشید. اگر شما شوهر قبول کنین، با زبان خود آنها را آزار ندهین، با چهره های ترش خود دماغ آنها را ویران نکنید، شما هم همون ثوابی که امروز مردها چه از حج باشد، چه از عمره باشد، چه از نماز باشد، شما هم صاحب میشوید وقتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. لیکن هزار افسوس امروز شوهرها را میبینی بیچاره‌ها چه عرابه میکشند، چه ماشین میشوند، چه در قدهای راه خدمت مردهای دیگر را میکنند. یعنی همه برای بهبودی زندگی هست. یکی وقتی بیگاه می رود شاید بیچاره به 1 سامان رود، شاید به 2 سامان رود، شاید به 5 سامان رود، شاید روز هیچ برار نشود، بی پول رود. لیکن از آزار زنها چه مشقتی دارند. برابر قبول شدن حالان که خوش آمدی، مرحمت، چکار کنیم ای شوهر، خسته نشو، انشاءالله این مشکلات ها دور می شود. این گپ های نیک ماندگی چه عذاب های با زبان نسبت شوهرها می دهند. روز میگوید پیغمبر خدا عایشه را فریاد کردن، عایشه نزد من بیا، و گفتن ایما امرأة کلفت زوجها فی نفقتها ما لا یطیقه لم تنلها رحمت ربی وليس لها شفاعت یوم القیامت. ای عایشه گفتن آگاه باش، کدام زنی که اگر با زبان خود شوهر خود آزار میدهد یا از شوهر خود آن مقدار مال طلب میکند که ما لا یطیقو، شوهر طاقت او را ندارد و این زن طلب کرده ایستاده است، لم تنلها رحمت ربی، یقین داند که رحمت خدا بالای این زن نمیبارد، ولیس لها شفاعت یوم القیامت، و این زنی که شوهر خدا آزار میدهد این از شفاعت من روز قیامت محروم است. این زنها امروز وجود دارد. امروز چی دعوت های از مردها میکنند، چی تشکیلی های طلب میکنند که مردها طاقت او را ندارند، چی گناه های از شوهرها طلب میکنند، چی راه معصیت طلب میکنند که همین کار انجام میدی، همین معرکه را میکنی، فلانی را در خانه من حاضر میکنی، حالان که این گناه است. شوهری هست که خدا ترس از میگن من حاضر نمیکنم، لیکن شوهر او را زن پیوسته آزار میدهد، چی به زبان باشد و چی به دست باشد. وای به حالش که البته اونها وارد جنت نمیشن. این دنیا یک دنیای است که بی نهایت قلیل است، بی نهایت کم است. زود است که این شوهر و این زن در پیشگاه خداوند راست میشوند. اون حالت این زن 1000 پشیمان که شود دیگر پشیمانی نزد آتش دوزخ هیچ فایده ندارد. پشیمانی این دنیا را فایده دارد، احترام در این دنیا فایده دارد، اون دنیا دیگر پشیمانی و احترام دیگر هیچ معنی ندارد. حتی بین رسول اکرم میگوید لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت لها زوجته من الحور العین. وقتی میگوید در دنیا مردک زیر تحقیر زن قرار دارد، یعنی پیوسته شوهر آزار میدهد، پیوسته سخن شوهر قبول نمیکند، با شوهر دائم با زبان درشت خود معامله میکند. رسول اکرم چی گفتند؟ گفتند که این مردها در جنت زنها دارند به نام حور العین. همان حور العین، همان حورهای جنتی وقتی این معامله بدی زنها را که در دنیا نسبت شوهرها که میدیدند چی میگفتند؟ به زن چی میگفتند؟ قاتلک الله. این چی یک سخنی سخت از جانب حورهای جنتی نسبت زنهای دنیوی است. قاتلک الله فانما هو عندك الدخیل یوشک ای یفارقک الینا. گفته است که ای زن دنیایی اینقدر شوهر آزار میدهی، اینقدر شوهر خوب قبول نمیکنی، قاتلک الله، خدا تو را قتل کنه، خدا تو را هلاک کنه. فانما هو عندك الدخیل، یقین بدان ای زن دنیایی که این شوهر در نزد تو موقت است،
این در نزد تو مهمان است. یوشک و ایفارقک الینا، زود است که تو را ترک میکند ای زن دلازار و نزد ما میآید. این حورهای جنتی نسبت همون زنهایی که در دنیا معامله دارن انا این گونه معامله میکرده. لکن چگونه ای که سر آغاز صحبت ما و شما در باب دعوت کردن زن به سوی جایگاه خواب بود و زنها اگر قبول کنند از حدیث هایی که به شما بیان کردم انشاءالله اونها برخوردار می شوند، اگر قبول هم که نکنند آن وعیدهایی که خواندم چی می شوند؟ سزاوار می شوند. لکن باز به شما خاطر رسان می کنم که جوانای عزیز، من باور کنین از این خدچه ها و از این مراجعت های زنها به خلاصه آمدم که به شما همه خبر می دهم، چگونه که در جمعه پیشین به شما خبر دادم که خانه‌داری ها را باید که با طریق برنامه های تلویزیونی نکنین. خانه‌داری هاتون مثل خانه‌داری های غربی ها نکنین، اینا حرام هستند. شما تقلیدی به مردم غرب نکنید. ملت را رفت چون آیین زده است، ملت را رفت چون آیین زده است، مثل خاک اجزای او از هم شکست. هستی مسلم ز آیین است و بس، باطنی دینی نبی این است و بس. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را. میگوید از مردم غرب شما پیرو نشین، آن دین و آیین و آن رسم و اصولی که داشتین با او رفتار کنین، با آنها شما معامله نکنین، با گفتار و کردار آنها شما چیکار نکنین.